یه پسر بچه یه بار اونقدر محکم گوزید که یه موتور موشک روشن شد. همه دانشمندا شوکه شدن و همون موقع اون رو فضانورد کردن. فهمیدن از بچگی گوزهای خیلی قوی داشته. برای اینکه شبها بتونه بخوابه، پدرش یه کیسه بزرگ پشتش میبست. اما کیسه زود پر شد و وقتی به یه قیچی خورد ترکید و پدرش رو فرستاد بیمارستان. برای محافظت، پدرش یه لوله اگزوز پشت پسر نصب کرد. اولش خوب جواب میداد، ولی یه روز پسر یه اسباب بازی می‌خواست و اتفاقی لوله رو کشید بیرون. لوله جلوی پدرش افتاد و حمله گوز دوباره شروع شد. پدرش برای بار دوم رفت بیمارستان. آخرش دیگه طاقت نیاورد و خانواده رو ترک کرد. بعد از اون همه اهل خونه از پسر بدشون میومد. وقتی به سن مدرسه رسید، همون روز اول توی کلاس با صدای بلند گوز زد. همه بچه‌ها ازش عصبانی شدن به جز یه پسر مفرفری. اون پسر آروم موند چون حس بویایی نداشت. چون از بوش در امان بود، با هم بهترین دوست شدن. یه روز توی برنامه موسیقی مدرسه پسر نتونست نگه داره و جلوی همه گوز زد. بچه‌ها ترسیدن. معلم عصبانی شد و پسر همه اعتماد به نفسش رو از دست داد. برای کمک بهش، دوست مفرفریش یه شلوار مخصوص از جنس لاستیک طراحی کرد که بو رو نگه می‌داشت. با یه دکمه گوز میرفت توی یه جعبه. بعداً جعبه رو گذاشتن توی دستگاهی که هوای بدبو رو تبدیل به هوای تازه می‌کرد. حالا پسر بدون ترس گوز میداد و اعتماد به نفسش برگشت. اما یه روز یه قلدر جعبه‌ش رو دزدید و فکر کرد ناهاره و همه چیز تبدیل به فاجعه شد. مادرش با عجله بردش بیمارستان تا بفهمن چرا اینقدر گوز میده. بعد از آزمایش‌ها دکتر فهمید اون 2 معده داره. دوست مفرفریش ذوق زده شد و یه ماشین پرنده مخصوص بدن خاصش ساخت. توی مسابقه پرواز بدون سوخت شرکت کردن. بقیه حتی 1 متر هم نتونستن پرواز کنن. اما نوبت اونا که شد، پسر نفسش رو نگه داشت و فشار جمع کرد. درجه شکست و ماشینشون شلیک شد توی آسمون. خیلی راحت از خط پایان رد شدن. خیلی زود سازمان فضایی از قدرتش باخبر شد و دعوتش کرد یه موشک واقعی رو پرتاب کنه. بعد از یه تست کوچیک، همه شگفت زده شدن. آخرش پسر توی موشک نشست، یه انفجار عظیم راه انداخت و موشک رفت توی فضا. پسر تبدیل به قهرمان شد.